بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنتابع درسنا من بناء الأفعال. إنك مدرس خضرة دوام دهم از كتاب صرف بنام بناء الأفعال. موضوع درس ما انیق همون وستة منها لملحق دحرجه، 6 بابه از اونها، یعنی از همون 35 باب با 6 بابه بود که برای همچون علاوه در برابر باب دحرجه یا که میتونم گفتم فعلله، باب یکم فوعل یفوعل فوعلة و فعالا بود. الباب الثاني فیعل یفیعل فیعلة و فعالا، اینها را گذاشتیم. امروز الباب الثالث باب سیوم فعول یفعول فعولة و فعوالا، موزونه جهور یجهور جهورة و جهوارا، وعلامته أن يكون ماضيه على 4 أحرف بزيادة الواو بين العين واللام، وبناؤه أيضا للتعدية نحو جهور زيد القرآن. میفرماد الباب الثالث باب سیوم از همون 6 باب فعول یفعول فعولة و فعوالا بود است. موزونه یعنی که فعل هایی که از جمله در همین باب راش می آیند، جهور یجهور جهورة و جهوارا، جهوره در اصل جهره بود است، به معنای آواز بلند کردن. و علامت این از آن عبارت است که فعل ماضی او از 4 حرف عبارت است، بزیادت الواو بین العین و اللام، با علاوه شدن واو در بین عین و لام. و بناؤه ایضا للتعدیه، و ساخت این باب نیز برای مفعول طلب بوده است. برای مثال جهور زید القرآن ای رفع صوته به، یعنی زید قرآن را با آوازی بلند چکار کرد؟ خواند. زید قرآن را با آوازی بلند چکار کرد؟ قرائت کرد، خواند. جهور فعل، زید فاعل است و القرآن مفعول به. نعم. وقال الباب الرابع فعيل يفعل فعيلة وفعيالا، موزونه عثير يعثير عثيرة وعثيارا، وعلامته أن يكون ماضيه على 4 أحرف بزيادة الياء بين العين واللام، وبناؤه للازم نحو عثير زيد أي طلع. الباب الرابع یعنی باب 4 من الستة از 6 باب، زیرا که اینهایی که ملحقا 6 می باشند. فعیل یفعیل فعیلة بود است و فعیالا مصدر، اینا دوتا. موزون این یعنی هموزن این باب فعلی عثیر یعثیر عثیرة می باشد و عثیارا. بله. و علامته، علامت این باب از چه عبارت بوده است؟ ان یکون ماضیه علی 4 احرف، یعنی فعل ماضیش از 4 حرف عبارت بوده است، چون که عثیره در اصل عثاره می باشد. بعد از آن چی شد؟ عثیاره شد یا علاوه شد. بی زیادت الیاء بین العین و اللام، با علاوه شدن یا بین عین و لام، یعنی عین و لامی میزان گفته ایستاد است، ترازو. و بناؤه للازم، ساخت این باب برای لازم بوده است، یعنی فعلی که مفعول ندارد. برای مثال عثیر زید میگویند، یعنی زید چیکار کرد؟ لغزید، غیجید. فهمیده؟ یعنی که قدم او از جاش بیرحه شد. خیال میکنم که کفایت میکند همین دو. و صلی اللهم
وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.